مرکب و نچندان جالب بودن درس فیزیک در مکتب نفیسه رجبова یک خواننده مکتبی میانه پایتخت را وادار کرد تا آموزش این فن را برای خود و همسالانش شوق‌آور و آسان کند. نفیسه که در سال آخر تحصیل قرار دارد موضوع و مسئله های فنی فیزیک را از روی برنامه درسی در شکل انیماسیونی آماده کرده است. از 10 مسئله برای همچون نمونه آورده شده است. اینجا مسئله رقم 1 برای یعنی قوه جریان رو افاده میکند. در این مسئله انیماسیونی ساخته شده از مسئله رقم 1 می باشد. در اینجا ما از امپرمتر و ترانسفورماتور استفاده برده ایم. اسباب های فیزیکی رو باره هم ندیده باشی شاید میکنم نمیفهمی. در فهم مسئله نمیره. وقتی یعنی میبینی اون رو عکس و انیماسیون چه کار میکند شاید خطر باشد. کمبود اسباب‌های عیانی و سیمخانه‌های تجربوی در اکثر مکتب‌های میانه و از سوی دیگر استفاده از اصول کهنه درس‌دهی در مکتب را متخصصان از عامل‌های اصلی به درک مسئله نرفتن و به توجه شدن خواننده مخصوصاً در درس‌های مشکل فهمی دقیق ارزیابی می‌کنند. اونکه درس‌های فیزیک درس بسیار شاق‌آور گذرد ما بیشتر اسباب‌های عملی که نمایش‌دهی داشته باشیم. یکم کارهای لابراتوری که در دوره شوروی میگذراندن همه اسباب ها بودن تا حدی امکانی که در مکتب ما هست ما میگذرانیم نشد ما نشود آن را با نمود تستی حل مسئله ها میگذرانیم. تکنیک های حاضر ما به قول های بلندترین رسیده شدن. ما همه این را دانسته شده از طلبات ما باید باز زیادتر شود. برای این ما اسباب ها داشته باشیم. اسباب های لابراتوری که تجربه نشاندهی باید داشته باشیم. هست نمیگم نیست نمیگم هست است تا حد امکان چقدر زیاد باشه همختر نقص است. پیشنهاد و نوآوری‌های خوانندگان برای روان و جالب شدن درس‌های مکتبی به این معنی است که اصول درس‌دهی امروز در مکتب‌های کشور آنطور نیست که طالب علمان آن را می‌خواهند. به گفته خواننده‌ها در اکثر درس‌ها امروز هم فقط معلم فعال است. نه تنها خواننده‌ها برخی از مسئولین ساحه معارف هم این را انکار نمی‌کنند. دیگر با اون تعلیمی که در 10 سال 20 سال پیش می‌گفتیم خواننده امروز قانع کرده نمی شود. واقعا در بین بچگان ما خوانندگانی هستند که بینش نو دارند با تکنیک معاصر آگاه هستند. حتی مثلا در زبان آموزی بچگانی هستند که زبان انگلیسی را از استادانشان بهتر و خوبتر میدانند. خب در خارجه بودن در کجای بودن یا در معلمای مخصوص گرفتن. این همه تقاضا میکند که معلم ما بیشتر آموزد. با توجه به این به تاکید شریف مراد اسرافیلیو امروز معارف کشور تجربه نو یا اصول تعلیمی صلاحیتناک را راه اندازی میکند که این نظام تعلیمی برعکس نظام عنعنوی بیشتر به فعال بودن فکر کردن شاگرد برتری میدهد. در تمام موضوعها کارکرد شدند. مثلا همین موضوع حرف ا را آموختن بچه باید بچه چی را داند یا مثلا هم زبان تاجیکی هم متمتیک هر یک موضوع کارکرد شدن وابسته به تعلیمی صلاحیتناکی. باید بچه از همین موضوع بچه ها کامیاب شود. هر یکش بررسی اینجا. حاضر وابسته به همون وقت صنف‌های 5 و 9 را با میان موندیم که کارکرد شدیم از یکم سپتامبر امروز در صنف‌های 5 و فن‌های متمتیک و زبان تاجیکی آزمایش گذرانده می شود و چون اگر این نتیجه خوب به دست بیاید چنانه که در صنف‌های ابتدایی داد ما آهسته آهسته به سیستم صلاحیتناکی می‌گذاریم. با تاکید برخی از خواننده‌ها و جوانان برای جالب و رنگین کردن درس‌های مکتبی فراهم آوردن شرایط و هوسمندی آموزگاران مهمتر است. نفیسه رجبova که درس‌های فیزیک را در شکل انیماسیون آماده کرده است امیدوار است که کار او از سوی آموزگاران و مسئولین برای موثرتر و جالب به راه ماندن درس‌های مشکل فهم فیزیک به نوبت گرفته می شود. وزارت معارف شاید شنبه این لایحه ما رو دستگیری کنند. ما در آینده میتوانیم که این را به ورسه مبلی و مسئله هایش را زیاده گردانیم.